سلام. شما به دنبال یه فیلتر شکن خوب میگردید، آی پی ثابت، پرسرعت. این فیلتر شکنی که ما معرفی میکنیم فیلتر شکن آی پی ثابت، پرسرعت و عالی برای شما کار میکنه که خودم از این فیلتر شکن دارم استفاده میکنم. فیلتر شکن ویتو مکس. این فیلتر شکن قدرت خیلی خوبی داره و آی پی این فیلتر شکن واقعا ثابته. حالا ما میریم آموزش این فیلتر شکن هم به شما بدیم که دیگه واقعا خیلی سرعت خوبی داره. تست شده از همراه اول ایرانسل، رایتل و نت مخابرات کامل این فیلتر شکن تست شده. خب حالا ما بریم وارد این فیلتر شکن بشین، یه تست هم بزنیم داخل شبکه‌های اجتماعی تا چجوریه فیلتر شکن ویتو مکس. خب حالا ما میشینیم فیلتر شکن کانکت بشه. دوستان عزیز، این که 100% شد دیگه فیلتر شکن وصل میشه. خب یه تبلیغ هم به ما نشون میده، ما مجبوریم تبلیغ رو ببندیم. خب ببینید فقط یه دکمه برای ما قرار داد، دیگه کار دیگه ای نیست که بکنی. این دکمه رو بزنی به هر سروری که نتتون هست، همون سرور خیلی خوبی به شما وصل میکنه. این فیلتر شکن همون سروری که چی نت همراه اول، نت ایرانسل، بهترین سرور رو به شما میده. خب حالا من این دکمه رو میزنم، تبلیغ به ما نشون میده. تبلیغ خیلی کوتاه نشون میده متاسفانه. خب ما تبلیغ رو ببندیم. خب حالا کانکت میشه. ببینید چند ثانیه کانکت میشه. همین الان وصل میشه. در حال انتظار. ببینید فیلتر شکن ما وصل شد. خب فیلتر شکن ویتو مکس ما وصل شد به سرور آلمان. دوستان عزیز فیلتر شکن ما وصل شد سرور آلمان. دوستان عزیز یاد این سرور آلمانه. خب ببینید واقعا خیلی سریع وصل میشه فیلتر شکنش. خودم من خیلی وقت دارم استفاده میکنم، ویدیو آپلود میکنم داخل یوتیوب با این فیلتر شکن ویتو مکس. خب حالا ما بریم داخل شبکه‌های اجتماعی یوتیوب یه تستی بگیریم. داخل شبکه‌های اجتماعی یوتیوب یه تستی بگیریم ما که ببینید چجوری جواب میده. خب ما بریم یوتیوب هم بزنیم. ببینید خیلی عالی جواب میده. سریع فیلتر شکن کانکت شد. سریع یوتیوب رو برای ما بالا آورد. حالا ببینید ما یه از ویدیو ها پخش میکنیم. یه ویدیو رو امروز گذاشتیم فکر کنم که آموزشه. ببینید سلام دوستان عزیز، این فیلتر شکن سریع برای ما کانکت میشه. خب حالا ما دیگه میریم داخل اینستاگرام هم. دیگه نگی که داخل همه شبکه‌های اجتماعی شما نمیرید. آخه بعضی فیلتر شکن ها هستن داخل یوتیوب میرن، داخل اینستاگرام نمیرن، داخل تلگرام نمیرن. خب ما میخوایم همه شبکه‌های اجتماعی با این فیلتر شکن تست کنیم که دیگه کاربرامون ازمون ناراحت نشن. خب حالا ما میریم داخل اینستاگرام. خب اینستاگرام کجای خوب اینه؟ اینستاگرام برای ما الان برای شما باز میشه. اینستاگرام که دیر میکنه مشکل از فیلتر شکن نیست، خود نرم افزار همونجا همینجوری. خب حالا ما یه رفرش میزنیم. خب ما رفرش دیدید فیلتر شکن راحت وصله. ما یک کانال یوتیوب هم تازه کانال اینستاگرام هم تازه راه انداختیم. ان شاءالله لینکش داخل یوتیوب میذاریم که برید تماشا کنید. بهترین کلیپ های خوبی میذاریم داخل کانال اینستاگراممون. خب این هم اسم کانال اینستاگراممونه، فعلا تازه شروع شده. خیلی کلیپ های خیلی خوبی میذاریم. خب اینم کامل کانال اینستاگراممون لود میشه. ببینید ویدیوش خیلی سریع لود میشه. خب ما یک ویدیویی از اینجا هم وصل کنیم که چجوری جوابه. ببینید خیلی سریعه. دوستان فیلتر شکن هایی که ما به شما معرفی میکنیم کاملا آی پی ثابت هستند. دوستان
خدایش حمایت کنید. خدایش یعنی حمایت. الان ساعت چند شبه که من دارم یه فیتشکن به شما معرفی میکنم. این فیتشکن تست شده، ما میخواستم به شما هم این فیتشکن معرفی کنیم که برید وصل کنید. خب الان ما میریم داخل شبکه اجتماعی تلگرام یه سری بزنیم که دیگه کامل بشه. شبکه اجتماعی تلگرام ببخشید. خب داخل وارد تلگرام هم بشیم. دوستان عزیز اگه بخوای نسخه تلگرام وصل کنی، تلگرام قدیمی وصل کنی که بهترین تلگرامه. خب جدیدن هم میخوان یک کانال جدید راه اندازی کنین داخل تلگرام. ان شاء الله لینکش داخل ویدیو این یوتیوب میذاریم. حالا میخوان در فکرشین چه جوری کانالی میخوان بزنین. خب اینا ببینید، این کانال تلگرام که خیلی سریع، شبکه اجتماعی تلگرام که خیلی سریع برای ما بالا آورد. ببینید یعنی خدایش خیلی سریع بالا میاد. خب دوستان عزیز یه چیزی من بگم، شما خدایش حمایت نمی کنید. خدایش حمایت نمی کنید. ویدیوها رو میبینید، بازدیدا هست ولی لایک و سابسکرایب نیست. یک کامنت انگلیسی شما بذارید خود چیزی روی شما کم نمیشه. چند ثانیه میگه طول میکشه یک کامنت بذارید. خب دوستان عزیز آموزش این فیتشکن بیتومکس هم به پایان رسید. دوستان عزیز لطفاً حمایت کنید، لطفاً ویدیو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. انشالله شب خوشی رو داشته باشید. خدا حافظ شما.